مسعود رئیسی فعال حقوق بشر از ترکیه همراه ما شدن. آقای رئیسی، امروز در سیستان و بلوچستان از صبح خبرها و گزارش‌هایی که به ما میرسه نشون از زد و خورد مردم و نیروهای امنیتی میده. هنوز جمهوری اسلامی پاسخگوی اون جمعه خونین نبوده که باز هم این بار دست به اسلحه برده. چه اتفاقی افتاده امروز در سیستان و بلوچستان؟ درسته، دقیقاً همینطوری که شما گفتین. جمهوری اسلامی نه تنها پاسخگو نیست بلکه هنوزم سعی در تلاش سرکوب مردم داره. در پی فراخوان‌هایی که طی روزهای اخیر توسط فعالان سیاسی و حقوق بشری بلوچستان منتشر شد، شمار زیادی از شهروندان از شهرهای دیگه بلوچستان برای اعلام همبستگی با مردم زاهدان و برگزاری بزرگترین تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی تو بلوچستان به زاهدان رفته بودند. امروز علاوه بر اینکه مسجد و مصلی مکی مملو از جمعیت شده بود، خیابونای اطراف اون محل هم شاهد برپایی نماز بود. مردم بسیار حضور گسترده‌ای داشتند. پس از نماز علیرغم اینکه مولوی عبدالحمید اعلام کرد که چنانچه اگه میخواین اعتراض کنین همین اطراف مسجد اعتراض کنین و مسالمت آمیز، ولی مردم نه تنها در اونجا اعتراض کردن بلکه بسیاری از مناطق دیگه مانند کوثر، بعثت و بازار مشترک هم شاهد اعتراضات مردمی بود. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی حتی توانایی شنیدن مسالمت آمیزترین شکل اعتراض رو نداره، همون شعار دادن باشه، نیروی امنیتی امروز هم مثل جمعه‌های قبل به سمت معترضان در منطقه بازار مشترک تیراندازی کردند که اونجا متاسفانه ما شاهد این بودیم که یک کودک زیر 15 سال مورد اصابت گلوله از ناحیه سر واقع شد و در جا جان باخت متاسفانه. البته مشخص است که باز هم تک تیراندازا مانند جمعه‌های قبل، مانند جمعه سیاه اول مهر در واقع این تیراندازی‌ها رو انجام داده بودند. با توجه به اینکه اختلالات خیلی شدید الان توی در اینترنت به وجود داره، ارتباطات خیلی به سختی داره برقرار میشه با بلوچستان و شهرهای مختلف. اما فکر می‌کنید که با توجه به انتقادهای شدیدی که در سخنرانی مولوی عبدالحمید ما شاهدش بودیم در روزهای گذشته و امروز، این جریان اعتراضات در سیستان و بلوچستان به چه سمتی حرکت بکنه؟ من علاوه بر این که امروز زاهدان هم شاهد اعتراضات بود، شهرهای دیگه هم برخواستن. شهرهای سراوان، ایرانشهر، اونطور که شما نشون دادین، سراوان و سیبسوران، شهرستان راسک، اعتراضاتی مردم کردند. در سراوان نیروهای امنیتی به سمت مردم تیراندازی کردند، گاز اشکاور زدند. از اونجا هم خبرها حاکی از اینه که تعدادی زخمی شدند. شرایط کلی بلوچستان الان اینجوریه که مردم تصمیم خودشونو گرفتن. امروز مولوی عبدالحمید با اینکه اعلام کرد که اعتراضات رو نزدیک مسجد انجام بدیم و جای دیگه کشونده نشه، باز هم مردم در جاهای دیگه مناطق مختلف شهر اعتراض کردن. در واقع تصمیم خودشونو گرفتن، چون واقعا خیلی جنایت هولناکی جمهوری اسلامی در 8 مهر ماه انجام داد. کمتر از 2 ساعت تقریبا بیشتر از 100 نفر از برادران و خواهران همین معترضان رو به خاک و خون کشید و مردم مطمئناً الان هیچ قدرتی، هیچ کسی نمیتونه جلودار این مردم باشه و مطمئناً این اعتراضات در بلوچستان ادامه خواهد داشت. ممنون از توضیحات شما مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر.